سلام دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. سلام دوستای عزیز، امروز با مبینا جون میخوایم یه چالش بریم. نمیدونم هرچی ازش میپرسم چالشش چیه به من نمیگه. قراره بچه جون یه چالش بریم، یه چالش خیلی باحال. قراره ببینیم که مامان چقدر منو میشناسه. 23 سال دخترت بودم و تو منو بزرگ کردی. الان میخوام یه سری سوالا ازت بپرسم و سوالا رو میخوای جواب بدی در حد کلمه روی برگه مینویسیم دوتایی. بعد برمیگردونیم رو به دوربین، اصلا نمیگی. ببینیم که تو مثل من درست نوشتی یا نه. ببینیم چقدر منو میشناسی. کل سوالا 12 تا. اگه بیشتر از نصفشو یعنی 6 تا رو بیشتر بگی یعنی منو میشناسی. اگه کمتر از 6 تا بگی یعنی منو نمیشناسی. اینجوری بد میشه که یه دونه دوتا که ایراد نداره ولی در حد چند تا باشه دیگه. خب ماژیکو برمی‌داریم اینجوری بنویس مامان، نکن بزرگ اینجا بنویس. حالا تا مجرد بودی فرق میکنه، بعدن شاید با شوهرت خلاصه یه اخلاقا مثلا اخلاقا فرق بکنه. نه اون چیزای تاثیر داره، خیلی تاثیر داره. خب بریم اولین سوال. درشت باید بنویسم؟ آره من مثلا میگم ببین یا اینجوری میپرسم بین این و اون کدوم باشم انتخاب میکنم، تو یکی از اونا رو بزرگ اینجا مینویسی، یا مثلا یه سوال میپرسم در حد یک کلمه اینجا مینویسی. خب میریم برای اولین سوال. بین برف و بارون کدوم انتخاب میکنم؟ نباید بگی بزرگ، یه دونه‌شو بنویسی. خب بعدا نه تو اینجوری نگه داشتی. خب میخوام بزرگ اینجا بنویسم. بین برف و بارون کدوم انتخاب میکنه؟ این که مشخصه. برگردونیم. آفرین، من همیشه برف و بیشتر از بارون دوست دارم. خب برگر رو برمیداریم. سوال بعدی. ببینم من نمیتونم بنویسم رو پشت برگه. چرا؟ یکی دیگه بگیرم؟ آره. از اول میخواستی اینا رو به من تعلیم بدی دیگه. میریم سوال بعدی. رنگ مورد علاقه من. چون نقطه های برگه قبل افتاده بشه. درسته؟ آفرین، من رنگ مورد علاقم بنفشه بچه. زیاد تغییر نکردی. نه زیاد تغییر نکردم. خب حالا فعلا که تغییر نکردی. یه تغییر نکردی. خب بین سرما و گرما بیشتر دوست دارم تو کدوم باشم؟ ببینم چی نوشتی؟ آفرین، سرما رو خیلی چون زمستونم تو کولر میزنی به خاطرم. راست میگی، اصلا طاقت گرما رو یعنی ندارم. استخونای آدم چی یخ میبنده میترکه. ولی نه، من واقعا سرما رو خیلی بیشتر دوست دارم، اصلا طاقت گرما رو ندارم. من برعکس گرما رو دوست دارم. من حالم بد میشه. خب سوال بعدی. وقتی میخوام یه تصمیمی بگیرم، تو تصمیمم منطقی یا احساسی برخورد میکنم؟ منطقی هم یا احساسی؟ ببینم چی جواب داده. نوشته منطقی، من نوشتم احساسی. من آره اینجوری احساسی سریع تصمیم میگیرم. خب برگم رو جدا کنم. اونو من چیز نکردم دیگه. چی؟ احساسی سریع تصمیم میگیری، اینجوری باید یه مدل دیگه میگفتی که خودت درست نگفتی. سوالم یعنی اشتباه بود. باشه ببخشید، من شما معذرت. تو سریع تصمیم میگیری ولی اونو به من ایراد نداره. مدلش رو چیز گفت. خورشت مورد علاقه من چیه؟ ببینم اینو میتونی بگی مامان. ببینم چی نوشتی؟ آره فسنجون خورشت مورد علاقه منه. آفرین مامان. یعنی اگه هر روز من فسنجون بخورم سیر نمیشم. دیانه هم به تو رفته دیگه. آره. خب بریم سوال بعدی.
کلا تا الان این همه سوال پرسیدم یه دونه اشتباه گفتی. بین کباب یا پیتزا کدوم انتخاب میکنم؟ اشتباه نوشتم پیتزا. این خط پیتزا. درست بود؟ آره پیتزا رو من انتخاب میکنم. پیتزا راست. پیتزا پیتزا نوشته. پیتزا. خب ببخشید خب من پیتزا رو انتخاب میکنم. راست میگی. اینقدر که مجتبی کباب دوست داره من اصلا دیگه خوشم نمیاد از کباب و گوشت و نمیدونم اینا خوشم نمیاد. خب بین چای و قهوه کدوم انتخاب میکنم؟ این فکر کنم دیگه همه میدونم من چی رو دوست دارم. ببینم چای درسته. آفرین آفرین خوب منو میشناسی که. دختر منی میشناسم اینجا. چرا میگی تو از وقتی ازدواج کردی؟ میگم شاید امکان داره تغییر کرده باشی. خب اینه دوباره ریز چسبوندی. خب الگوی من تو زندگی توی یا باباه؟ مامان یا بابا؟ تو فرق میذاری مگه؟ نه الگو اونی که ازش یاد میگیرم چجوری. من گفتم شاید بابا رو بیشتر دوست داشته. نه دوست داشتن نه. ببینم آفرین الگوی من در زندگی مامانمه، چون همه جوره خوب راهنمایی میکنه آدمو، خوب برخورد میکنه با مشکلات و همه چی. اونو الگوی زندگی خودم قرار میدم. آفرین مامان زنم بدید. خواهش تو بوس کنم. خواهش. خب میریم بعدی. ویژگی بدم تو بچگی چی بود؟ چی؟ بستنی خوردن دیگه. نه ویژگی بدم تو بچگی. گریه زیاد بابت فقط جواب منو ببین. بستنی. بابت سین راستی که من همیشه گریه دهنم باز بود. یه دونه بستنی یه دونه هم که مهمون میومد خونمون. گریه میکردم اینجا باید بمونه. با مهمون یعنی میگم مهمون 6 ماه اینجا بمونه. از اینجا هم نره. خب این یه دونه آفرین ما مثلا فکر نمی‌کردم اینو مثل من بنویسی. خب بهترین دوستم تو دوران مدرسه کی بود؟ ببینم اینو درست میگه. ببینم مارال. آفرین مارال بهترین دوست دوران مدرسه بود و الانم که هست، ولی تو اون دوره مدرسه مارال فقط بود. بقول دیانت کل مارال. مارال خانومی. مارال خانومی. آخه دیگه مارال خانوم دیگه مارال. اونم مثل اون زادمون بود. آره. خب سوال بعدی. وقتی ناراحتم چی کار میکنم؟ گریه. یعنی تا همه رو میخوای درست بگی؟ راستی که وقتی خیلی ناراحتم فقط گریه میکنم. بریم آره. سوال بعدی. من بین عشق و پول کدوم رو انتخاب میکنم؟ این که دیگه معلومه عشق. آفرین. من اصلا پول براش ارزش نداره واقعا. والا مامان سوالا تموم شد. خب و تو برنده شدی. خب جایزن چیه؟ هر چی دوست داشته باشی. سلامتی. پیش من زیاد بیا. راستی که امروز بعد مدت ها نهار اومدم پیشش، واسه همین خیلی خوشحاله. و اینکه مامان برنده مسابقه شد. منو خیلی خوب میشناخت، فقط یه دونه رو نمیشناخت که اونم میگفتش که یه دونه سوال درست نگفت. تو خودت یه جوری پرسیدی که من حالی گمراه شد. درست میگه، وگرنه همه رو درست جواب داد. پس مامانم منو خیلی خوب میشناخت.
و اینکه خیلی به من حال داد بازی وقتی مخصوصا جوابا رو به من درست میگفت، چون اینا رو یه سریاشو از اینترنت برداشتم، یه سریاشو اینجوری تو ذهنم خیلی ازش گفتم، بهش گفتم این سوالا رو به من بگو، بعدن شاید من وسط کارت به تتپتی بیفتم، هر چقدر بهش گفتم به من نگفتمش، ولی خدا رو شکر من سوالات خوب بود، راحت. امیدوارم که از این چالش خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید بگید به من، بازم از این چالش های خوب براتون میذارم. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا چالش های بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.